سلام به صورای یوتیوب، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. آقا درخواستا واسه رپ دری خیلی زیاد بود، اونم از یکی از رپرهای نسل 4شون. گفتیم که داخل این ویدیو ریاکشن بریم. قبل اینکه بریم سر ترک یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. بچه‌ها اگرم دوست داشتید میتونید داخل چالشی که گذاشتیم ثبت نام کنید، کاری نداره. واسه اینکه بتونید داخل این قرعه کشی باشید فقط کافیه توی یک دقیقه، حدود یک دقیقه وایس بگیرید. حالا یا فری استایل باشه، تصویری باشه، هیچ فرقی نداره. منو داخل اون یک دقیقه، یعنی زیر یک دقیقه نباشه دیگه، حالا هر تایمی دادید مهم نیست، اون یک دقیقه منو دیس بکنید، حالا فرقی نداره، فقط داخلش باشه ناموسی اینا نباشه. بعد از این بگذریم، کسایی که خواننده هستن و برنده این مسابقه بشن، دو تا از کاراشون به صورت رایگان رو یوتیوب ریاکشن رفته میشه. و کسایی هم که خواننده نیستن ولی خب مثلا استعدادشو دارنم، یه دونه اکانت 3 ماهه اسپاتیفای رایگان برنده میشن. حالا باز میل خودتون. مستقیم بریم ادامه ویدیو. بچا این رپی که واسهتون آوردم فکر کنم اگه اشتباه نکنم همین بود. گفتی رپ دری مهاجم و همچین چیزایی. من والا سرچ کردم همین اومد بالا. تایمش 3 دقیقه است. و سری قبلی چیزایی به من گفتید من پشمام ریخت. مثلا من همیشه اومدم حمایت کردم این داستانو، خلاص ریاکشن رفتم رو رپ دری. حالا 2 تا کلمه گفتم و متوجه نشدیم، اومدید فوش دادید برادری افغانستانی که آره چرا بلد نیستی ریاکشن میری این حرفا. خب بابا شل بگیرید دیگه، بذارین صنعت رپ دری یه ذره مد شه، بیاد اون ترند شه، بقیه ریاکشن کارهای فارسی هم برن. به خودمون فقط داریم این راهو میریم و اینا من بخوام ویدیو دیگه بدم 10 برابر این بازدید میخوره خدا شاده. حالا مستقیم بریم سر ترک ببینیم چه خبره. بابا حاج این میکروفون چی که دارید میبینید، من البته میکروفون واسه خوندن نیست، اینو نمایشی گذاشته فقط. میکروفونی که دارید میبینید منو قبلا اولایی که یوتیوب شروع کرده بودم خریده بودم. اتفاقا میکروفون باحالی هم هست، به کارت صدا متصل میشه. البته میکروفونش کیفیتش خوبه، واسه اون کارت صدا داره که چی باشه دیگه. ای رپ دیستی ماس مگه فقط رپ منو. حاجی چه سیس باحالی داره موزیکش. نسل 4 دیگه فکر کنم، نسل 4 رپ دریه. البته نمیدونم نسل بندی داره یا نه چون تازه شکل گرفته. یا باغبان ماستی من از باغ برونه صاحب و بسلن شما توم شلبی. واه چه باحاله. مو مردی که کی آخر فصلی دو مموره لاش در بشی بی رفتار گنگش. حاجی یه چیزی که داره این که واقعا سیس باحالی داره موزیکش. فکر کنم این میکروفون ضبط نکرده باشم، نمیدونم. شق فریستایل مرت و لندن بشی فیلو سر چلی کنم سر رنگ واه بیت خدا همه چیش عالیه واقعا. خوناشو میده جمع چیم سفید و دیسترک احتمال زیاد داره این. اگه میدونید دیسپکیه بچه حتما مثلا کامنت کنید داخل کامنت ها. خوش اومدی اونو بان برون از بازی شروعی باشن در جمعی ما. اصلا یه زیره میس بزنن که نمیزنن متاسفانه. نمیشن اونو شامل فنای مریض میشه بابا اگه بس کن. فنای مریض فکر کنم لش میکرد از رای که اومدی پس بروش ملا بچودین از رای پس. تو هم باید یکی 2 تا از رفیقای افغانی که دارم و بردارم بیارم واسه این مترجم و این کار. توری آدم اینجا نمیت پاس پرو دیگه داره ارزش بابا اینجا گپ. بچه ها بکنم این 4مین رپ دری هست که دارم ریاکشن میرم. اسمش هم مهاجم رپ دری رنگ. میگم که من دقیق نمیدونم اینا نسل بندی مثل رپ فار داشته باشن. البته رپ فار خیلی قدیمیه، فکر نکنم نسل بندی داشته باشه، ولی خب میدونم یکی از جوونای این صنعت موسیقی که داره میخونه. بیم مگه چیم صفه ترین مولای رپی بلای خدای وجوبای در سبکی. میگه فکر کنم یعنی بلای اون سبکی که تازه اومده هستم. زدنی دریل مونی لش میت رپی. فکر کنم یه چیز مثبت هم که داره دیریله دیگه کلا بیتش. روزی کارم اشنوی شو کمشی استی مگه تمپوشو لپشید. چه باله. دل داستانم تو کجای بابا یگون دفعه دم و گوشه مشه دیدمشی. و اصلا یه سیسه حالتت یه دونه این بسکت میگم مثلا تقریبا میتونم بگم مشابه، البته مشابه که الان میگن اسکی رفته طرف، نه تقریبا میتونم بگم همون سبکی که یانگ سادن از مارکت انگلیسی دیریل انگلیسی الهام گرفته، اینا هم الهام گرفتن دارن کار میکنن.
بچه‌ها واقعا خفنه، یعنی تو سبک خودش خیلی خفنه. بابا این حرفو نزن خدا وکیلی، برادرای من دیگه نجات پرستی کی میخوای بذاری کنار؟ بابا برو چرت و پرت نگو، بریم ادامه. مهاجم نیاورده بابا کسی بالا میگه مهاجمو نیاورده کسی بالا، خودش اومده بالا. قراردادی 24 همی بالاست، دلمه کشه تو شما برسنده جای ما. ولی اون سری ما اینقدر فوش خوردیم سر اینکه 2-3 کلمه رو اشتباه معنی کردیم، پشمریزون بود. مثل من ندیده اینجا کسی تو حال، خودیم خود خوش دارم رقیبیم کو از دوای اصلا دنبال رقیبه فکر کنم. ما در مفهم نصیبیم شد، خوبای رپ کلش رفیقیم بود. بیاین خوبای رپ همه رفیقم بودن، رپ سبک خودشونو میگه ایشالله. حالی یکم اتونی اسیریم کو، ای تو چیم سفید بلای خدای مگه بلای خدای بابا بلای خدا. چرا باحال شد فلو این موزیکش، دقیقاً تو بیت دیریل یا حالت لشمانن داره میره. ای تو چیم سفید بلای خدای مگه بلای خدای بابا بلای خدا. از این تیکش عالیه. بلای خدایی ولی کنده دل و مزیزی، وطنی میخونی داری لهجه غلیزی. واقعا لهجهش غلیظه. من بقیه رپرهای افغانستانی رو ریاکشن میرفتم و دو چیز میفهمیدم، اصلا چی نمیفهمم. یک موزیکای خیلی غلیظه. متیو هم تازه فکر کنم الان پیش طالبان داره مثلا چیز میکنه آجی، داره رپ میکنه اینقدر که غلیظه لهجه. زده سین فوزی تایش دم فمون با خودت تو مریضی، چیم سفید باش متونی بکو خیلی زبونش خیلی هم نزدیک ما نیم. حلق نفرقت کشیده بخو جمپ نگیره متولو. ولی یه باگی که داره اینه که البته یه چیز مثبت داره، اینکه کورس زیاد نمیزنه وسط موزیک. من بیشتر رپرهای دریو دیدم مثلا وسط کاری 10 تا کورس مینداختن و عکسای موزیکش کمه، کنن تو یه سکانس گرفته دیگه. توی سیستم تو رو دبین میدان مکنیم فرود، کلی کار نوشتیم تا است یک درام چین. اون پشتش نمیخواد بیا بخونه همونجا هد بزنه، عجیب غریبه آجی. چرا خب بیا دیگه بزنم روی ملودی ایسو سانچین دیس رو ملودیش مثلا جامپ بزنه. تا پشم مس میخورم کرانچی، میگن پشم هموجی خدایی پانچی. اینجاش بال میگه میخورم کرانچی، میگن پشمام آجی خدایی پانچی. چه قافیه بالی بود، کرانچی پانچی. میگه حسین استعدادی مسی میشه بگیریم با هم دیگه. یه استعدادی مثل مسی، یعنی تو رپ دری مثلا استعداد دارم مثل مسی که تو فوتبال استعداد داشت. تو سلفی نمیشه گیری سو انداز نصفید، با سن کم اول نمره سن فیلم. با این سن کم گفتم سنش کم اصلا معلومه. خوب باشه بد باشه میشه سریم کش ماشه در شور شما لو بود گیری. ولی حالا من تیکه نمیندازم کسی ها، ولی الان هر کس میبینی از ننش قهر کرده اومده رپر شده. یعنی اینقدری که ما رپر داریم جدیدن دیگه شنونده نداریم. منظورم حالا با مارکت خودمونه، با مارکت اینا که کاری ندارم. تازه حالا اینا باید جوون تراشون بیان بخونن حالا تا مارکتشون بیاد رو بورس دیگه. صبح ماشه در شور مشو شروعی صبح میشین بچه. علامتی کی بود من یادم رفت. 10 سال پاره میکنه شکم خش خوشه تیپتی می 10 سال پاره میکنه شکم خشخاشه. ای بابا خونن توکلی، آقا نه دارن تبلیغ تریاک میکنن حساب. ولی من شعر میگم مثل توکلی، میگن هنر نمیشه طمع کنی. چرا اتفاقا باحال. ولی من دیدم لوج بوده طرف کنیش پچی میگی گریس نکن میزنم در. حاج این الان کسی که دیس داده دیسپک داده الان اینو واسه من بفرستید حتما داخل کامنت ها. لینک نفرستید، اسم کسی که حالا دیس و دیسپک بازی کرده باشه بفرستید، من برم ریاکشن برم. دونت میگم شات اپ پلیز، یا که میگیرم در روی گردنت فریز کی دیدی که دومید زیر تای رو پریز. لولو اینجا پول میشه چوره هر چیز، رولا اینجا پول میشه. حاجی دو تا اشاره که من یاد امین تیجی افتادم. اون بنده خدا میگفت که نمیدونم از گل اینجور چیزا پول نمیاره، این از تبلیغ تریاک میکنه. دوروبر چلوغه لوبود خوب خرچید، سر خم گرفته خز میکنین دورورت شلوغه لوت خوب خرید. چیزی که در میاری مایه که در میاری خوب. منشین اخی تو خطر کجا دیدی ما بودیم در برچی بگی. فکر کنم میگه تو خطر رو از کجا دیدی؟ هر خطر میخونی؟ ما تو خیابون بودیم خطر رو دیدیم، تو از کجا دیدی ازش میخونی؟ یاد یه چیز افتادم، این سپر خلصه داخلی که موزیکاش برگشت گفت که ما چیزی که میخونیم هستیم، بعضی چیزی که نیستن رو میان میخونن. بچه ها تموم شد. من حتما لینک آرتیست، حالا
فقط لینک کانال یوتیوبشو میذارم واسهتون دیگه، داخل دیسکریپشن میذارم اگه خواستید حمایت بکنید. واقعا به نظر من باحال بود. اگه دوست دارید پارت بعدی ساخته شه حتما کامنت بذارید واسم و خواننده بعدی هم داخل کامنت ها بزنید. البته اگه استقبال شه دیگه، مثل اون سری فوش ندید به ما خدا وکیلی. حالا ما 2 تا کلمه نفهمیدیم این رپرای افغانستانی چی گفتن، فقط فوش خوردیم سر همین قضیه دیگه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. 2 تا ویدیو این آخر میاد، هر کدومشو که عشقتون کشید میتونید نگاه کنید. خیلی دوستتون دارم، به امید دیدار.